شرکت IRS مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان امروز 4 ینور خبر داد که در پی برطرف کردن ترانه‌ها در این شورا حرکت نقلیات سبکرو از سمت خوجند به سمت شهر دوشنبه اجازه داده شد. شرکت گفت در نزدیکترین فرصت حرکت به طرف خوجند را نیز اجازت می‌دهند. IRS از شهروندان برای حسن تحمل و درک ماهیت مسئله اظهار سپاس کرده است. شب 3 ینور شرکت IRS خبر داد که نیمه دوم روز 3 ینور در این راه 14 ترمه فرآمده است و از جمله یک ترمه بزرگ تا 15 متر بلندی و قریب 300 متر پهنایی نزدیکی ساعت 20:00 دقیقه در کیلومتر 65 راه فرآمده است. گفته میشد 25 ماشین از جمله 5 ماشین بورکش و 20 سبکرو در کیلومترهای 62 تا 73 در بند ترمه ماندند. شرکت گفت بعد این تصمیم گرفته شد که حرکت تمام نمود نقلیات در این شورا موقتا تا برطرف شدن این و دیگر ترمه ها بازداشته شود. برفریزی شدید از 1 ینور حرکت نقلیات را توسط شورای دوشنبه خوجند چنوق مشکل کرده است و این را علاقه چند دفعه باز بسته و گشوده می شود. اگنتی هواشناسی تاجیکستان قبلا خبر داد که طبق پیشبینی هواشناسان تا 5 ینور در وادی‌های جمهوری باریدن باران و در مناطق کوهستان باریدن برف در نظر داشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز اخیراً از رانندگان خواست به دلیل یکباره سرد شدن هوا و باریدن برف و باران از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت به سفر نبرایند، به ویژه با راه‌های کوهستان. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی است که ولایت سوغد و شمال تاجیکستان را به قسمت‌های باقی مانده این جمهوری از جمله با پایتخت شهر دوشنبه می‌پیوندد. تا ساخته شدن نقب استقلال در این شورا یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان از طریق عقبه انزا بود که در زمستان بسته میشد. شورای دوشنبه خوجند چنوق با نزدیک 300 میلیون دلار قرض خطای نوسازی شده از سال 2009 مسئولیت نگهبین و پولچینیش به شرکت IRS واگذار کرده شد. در حال حاضر این یگانه راه پولکی در تاجیکستان است.